دوستان اون CD که خدمتتون نشون دادم گلبرگ ها، ببینید شما از گلبرگ های ریز شروع میکنید برای داخل کار، یا CD رو کلن یک پارچه تیکه تیکه برش میزنید و گلبرگ سازی میکنید. حتما از حوله یا هر وسیله دیگه استفاده کنید برای اینکه شکل بدید به گلبرگاتون. قسمت بیرونی رو هم گلبرگ ها رو سعی کنید درشت‌تر ببرید. هر سوالی که دارید من تو دایرکت خدمتتون جواب میدم. بعد الان اینی که من خدمتتون برش زدم، ببینید این به راحتی با یه مقدار خمیر کار خودمون یا حتی با چسب 1 2 3 یا هر وسیله دیگه‌ای که شما میتونید ازش استفاده کنید، میتونید این کارا رو نصب کنید. من چون ابزار کار من چسب چوب و همین خمیرات، به راحتی یه مقدار چسب چوب رو استفاده میکنم، این خمیر رو بهش میزنم و یه مقدار چسب چوب دیگه به عنوان رابط ازش استفاده میکنم و اینو میام در جایی که احساس میکنم کاربرد داره، مثلا اینجا که فضا خالیه، البته باید یه مقداری کوتاه‌تر باشه، اینو نصب میکنم و همینجوری شما میتونید این کارتون رو با گلبرگ‌های بیشمار خیلی زیبا بکنید، یه روز خیلی پرکار داشته باشید. برای وسط کارمون ما از شمع استفاده کنیم. ببینید این شمع استوانه‌ای خیلی ساده هست که من دارم دور تا دورش رو گل میذارم. من خدمتتون این گل‌ها رو آموزش میدم و اینجوری میتونید شمع‌های خیلی زیبا و شکیلی تو خونه هاتون داشته باشید. به چه شکل؟ ما میایم دوباره از همین خمیرمون استفاده میکنیم. خدمتتون گفتم شما میتونید به راحتی خمیراتون رو رنگدار بکنید. ببینید این رنگ روغنه، تو هر فروشگاهی که کتاب فروشی به اصطلاح فروخته میشه، شما اینو میایید خمیرتون رو خود رنگ میکنید، در واقع ورز میدید این تیکه رو، به این ترتیب خمیرتون رنگدار میشه و هر رنگی که دوست دارید، لیمویی، نارنجی، رنگی که دلخواهتونه با دکور خونتون جور میشه. ببینید چقدر ساده ما میایم و روز میسازیم. ببینید من اینو میکنمش یه نوار باریک، یه نوار باریک وردنه دارم. این وردنه های خاص گلسازیه، شما از هر وردنه یا هر ابزاری میتونید استفاده بکنید. این رو من میام و پهنش میکنم و کار پهن شده رو ببینید اصلا لازم نیست بهش دست بزنید. ببینید همینجا من میام اینو در واقع به این شکل زیرش رو من جمع میکنم، این میشه روزتون. ببینید من از قبل اومدم سوزن تهگرد یا هر وسیله‌ای که بتونه یه مفتول باشه، اینا رو فرو میکنین توی شمعتون. سر این مفتولاتون رو یه مقدار چسب چوب میزنید. این چسب چوب ها رو تو هر یراقالات فروشی شما میتونید ازش بخرید. ببینید این گل ها رو دونه دونه ما نصب میکنیم. ببینید بسیار راحت شما میتونید گل داشته باشید و برگ. حالا برای برگ هاتون شما میتونید از همین خمیر استفاده بکنید، رنگ سبز بهش میزنید، رنگدارش بکنید به حالت برگ. و این رو ببینید گفتم خدمتون میتونه به شکل‌های مختلف باشه. کار ما بیسش میتونه دوک باشه، میتونه یه حالت دوکی که دو طرفش دوک نخریسی، این میتونه برگ ما باشه، کاملا سبز نشده، رنگ باید بیشتری باید داخلش بریزید
و همینجوری از این مفتولایی که من توی شمع فرو کردم استفاده بکنید و برگ هامون رو توش تعبیه کنید. میتونید تمام گل هاتون در واقع در کنار گلا کلی ما برگ به شکل‌های مختلف داشته باشید. میتونید با دست به برگا شکل بدید و به این ترتیب شما یه جا شمعی و شمع بسیار زیبا دارید که تو این ایام کرونا که هممون گرفتار قرنطینه هستیم میتونه هدیه خوبی برای دوستان باشه، برای خانواده باشه. مرسی از شما. اگر سوالی من تو دایرکت به جواب میدم. اگر میخواید خمیر رو بسازید هم من به چشم بهتون میگم. اگر بخواید براتون ارسال هم بکنم باز هم به چشم در خدمتتون هستم. مرسی از شما.